ادیتو فقط حرفه‌ای‌ها بلدن. لاک و بکوب بریم با هم درستش کنیم. از قسمت ویدیوی اینشات چند تا عکس رو به دلخواه وارد میکنیم. فرقی نداره چند تا عکس باشه. حالا ما اینجا چند تا عکس رو انتخاب میکنیم. تیک رو میزنیم و از قسمت ثانیه‌اش رو روی 3.1 ثانیه نگه میداریم. 2 تا تیک رو میزنیم تا برای همشون اعمال بشه. بعد از قسمت وسط نقطه سفید رو میزنیم و این ادیت رو براش انتخاب میکنیم. 2 تا تیک رو میزنیم و از قسمت سایزش رو روی 9.16 میذاریم و 2 تا تیک رو میزنیم. برای دیدن ادیت های ترند و بیشتر کانالمو حتما سابسکرایب کن